متوجه بشین که همیشه انگار جذب افراد خاصی میشین و یه شباهت‌هایی با هم دارن. فکر می‌کنید این اتفاقیه یا دلیل علمی خاصی پشتش داره؟ وقتی صحبت از انتخاب شریک زندگی میشه، اولین چیزی که به ذهن همه میرسه تفاوت‌ها و شباهت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعیه. اما تا حالا کسی به تفاوت مغزها فکر کرده؟ سلام، من دکتر فائزه مختاری هستم، پزشک عمومی و پژوهشگر مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مترجم کتاب چرا او از دکتر هلن فیشر. هلن فیشر 4 دسته ویژگی سرشتی اصلی که هر کدوم با یک سامانه مغزی خاص مرتبطن رو معرفی میکنه. در این تصویر میتونید ویژگی‌های مربوط به هر سامانه مغزی رو مشاهده کنید. هلن فیشر معتقد ما ویژگی‌های مربوط به هر 4 دسته رو کم و بیش به عنوان انسان سالم بروز میدیم، اما یکی یا دو تا از این دسته‌ها بیشتر خودشون رو نشون میدن. اگر دوست دارین بدونین که تیپ شخصیتی غالب شما و الگوی رفتاری غالب شما چیه، میتونید تست شخصیت شناسی 56 سوالی فصل 2 کتاب رو انجام بدین و نتیجه‌اش رو ما به اشتراک بذاریم. برای نقد و بررسی بیشتر به صفحه من سر بزنید.